این نکته رو بگم تمامش کنم. یه مشکلی که اروپایی‌ها دارن فقط راجع به نگرش. ببینید دوستان، دقت در مشاهده. خیلی از معضلاتی که ما داریم، یه قانونی داریم میگن همیشه جواب مسئله در صورت مسئله است. امریکایی‌ها دیدن میزان آسم در آسیایی کمتره، گفتن اینا چرا در اینا کمتره؟ مطالعه کردن، دیدن بهداشتشون چون پایین‌تره. دیدن اونی که سل میگیره، اونی که بیماری اسهالی میگیره، اونی که وبا میگیره، اونی که بیشتر اسهال، بیشتر هپاتیت و اونی که هپاتیت آ میگیره کمتر آسم میگیره. آمدن از مدفوع بچهای من و شما، دقت کنید، مدفوع بچهای ما و شما رو گرفتن، آمدن ایمونوگلوبولیناشو بررسی کردن، میکروباشو ضعیف کردن، حالا پروبیوتیک کپسول کردن، خداتون به خودمون دارن میفروشن. میگین نه تو داروخونه‌ها ببینیم. یک روشی گفتین که تا به حال هیچکی اصلا در موردش حرف نزده بود، پیوند مدفوع. بچه‌ها اینو ببینیمش، فکر کنم 1 دقیقه است فقط، بعد بیایم آقای دکتر در موردش صحبت بکنن. و نمونه‌های متعددی بوده از اینکه افرادی که لاغرن اگر میکروب‌های رودشون یا مدفوعشون رو پیوند بزنیم به افرادی که چاقن، اون افراد لاغر میشن و برعکس افرادی که چاقن اگر مدفوعشون پیوند زده بشه به افرادی که لاغرن، اونا چاق میشن. ما یک درمانی الان داریم در علم پزشکی که به خصوص تو 10 سال گذشته متداول شده و اون پیوند مدفوع. یعنی شما مدفوع رو از یه فردی میگیری که ظاهرا سالمه یا مشکلی نداره و اون رو میذاری تو روده افراد دیگه‌ای که بیماری دارن، به خصوص بعضی از عفونت‌ها مثل کلستریدیوم. این یک درمانیه که الان استاندارد شده برای این بیماری. اگه اون افرادی که کلستریدیوم دارن به داروهای معمولی جواب ندن، معمولاً با پیوند مدفوع معالجه میشن. و به همین علت تحقیقاتی حالا انجام میشه که احتمالاً این مجموعه میکروب ها به صورت یک کپسول در بیاد و حتی به افراد بدن که بخورن یا به صورت تنقیه استفاده بکنن. خیلی خوب میشه. یعنی دیگه اسلیپ و بایپس اون عملای سخت عوارضدار دیگه رد میشه. هم دقت در مشاهده یعنی همین. یعنی وقتی میگن آقا ادرار شتر هم ممکنه درش درمانی باشه، برگردی کلیه شتر رو مطالعه کنی، نسبت قشا به مرکزش ببینید چند برابر انسانه، غلظتشو بررسی کنی، ماهیتشو بخونی، بعد ببینی همینایی که ما و شما میگن اینا رو مسخره قلمداد میکنن، در انسیتوهای کانسرشون با چی درمان میکنن. عقرب آبی رو که به عنوان بهترین درمان و گرانترین درمان استفاده میشه در کشور کوبا داروش تولید شده، ببینیم بیسش کجاست. اگر همین مال خودمون نبود، اطلاعات خودمون رو میگیرن، شکلش عوض میکنن، کت شلوار تنش میکنن، به خودمون برمیگردونن.